در حالی که کمبودی نیروی برق را در کشور از جمله به سطح آب بستگی می‌دهند، رهبر نیروگاه نورک میگوید ذخیره آب انبار نورک از گذشته بیشتر است. با گفته او این ذخیره تا ماه‌های مارس بسنده خواهد بود. سطح آب انبار در این مورد برابر است با 879 متر از سطح آب انبار. یعنی 22 متر دیگه مونده. از نسبت به سال دیگه ما این سال ماه ینور کمتر آمد. نسبت به سال گذشته سطح آب انبار 3 متر بیشتر است. بلند و پسشوی سطح آب انبار را نسبت به سطح بحر چین می‌کنند. خوشخبر دیگر این است که امسال در نیروگاه نورک نظر به سال گذشته برق بیشتر تولید شده است. 12 میلیارد 50 میلیون 690 کیلومتر برق استفاده کرد که نسبت سال 2022 309 میلیون 445 هزار کیلووات زیاد میباشد. این هم حساب شد ماه ینور استفاده بود. استحصال زیاد بود برای فکر میکنم که 3 متر ما با ماه مارس حتما استحصال برق زیاد کرده. افزایش تولید برق به آغاز دوباره کار چرخه اول در سال 2022 پیوند می‌دهند. این هم در حالی که با سازی چرخه‌های دیگر نیروگاه ادامه دارد. از افزایش تولید برق در حال خبر داده می شود که ساکنان اکثر مناطق‌های تاجیکستان از کم برقی شکایت می‌کنند. در کشور به اعلان رسمی از اول اکتبر سال گذشته تا حال محدودیت استفاده برق جاری شده است و کی پایان یافتن آن معلوم نیست. یگانه واسطه‌ای که محدودیت رو از بین میبرد این بسنده بودنی توازن آب انرژتیکی برابر بودن توازن آب انرژتیکی و در اختیار در حجم کافی ذخیره نمودنی آن ذخیره آب انرژتیکی. سالهای گذشته مقامات جاری شدن لیمیت را به پس شدن سطح آب انبار نورک و هم کارهای پروفیلاکتیکی ربط می‌دادند. امسال با 3 متر بلندتر بودن سطح آب انبار نورک و زیادشوی استحصال برق، مقامات لیمیت را به افزایش استفاده آن بستگی دادند. ساکنان بر اینند که لیمیت برای بیشتر کردن فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگر جاری شده است. مقامات این را قبول ندارند و همین طور کم برقی به افسانه سالهای پیش تبدیل نیافته است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، نیروگاه آبی برقی نورک.